با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، از برنامه باغ سبز، دوستای نازنین باغ سبز که میبینیم اسم برنامه منتها واقعا باغ سبز هم هسته. داخل یک لیستون بگیم شفتلیستون کنیه وقت جگه که آمدن که تقریبا شاید بالای 300-400 دونه درخت الوه، فقط تنها الوه. این قریه باز انشاءالله برای شما از زبان خود معرفی میکنیم که کجای منطقه مربوط به اورسولی انجیل میشه. دوستای نازنین دیگه سابسکرایب تو لایک و شیر اینا همون زنگولگه که به گردن گوسفندا ببینیه انا من اکرم فشاردیم تمام نمایشنامه گزارش ها برنامه شما میتونیم مشاهده کنیم. همراه ما باشیم، بر نگردیم. بخیر باشیم. ماما جان سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ الحمدلله فضل خدا. زنده باشیم، سلامت باشیم. ماما جان نام شریف شما؟ عبدالقیوم. خب بسیار خوب. گپ بزنید که چی کاروبار داریم؟ فعلا مزدوری کردیم، سه چرخ داریم. آها، سه چرخ به شهر. گاهی به شهر گاهی بمدیم. یعنی از منطقه شما سواری پیدا میشه که ببریم شهر؟ بیجلیه بلیا. خب باز نمیگن که کلمام همه به درد آمده؟ خداگی این مسئله کلم درد، گرده درد و سر درد و پا درد که بسیاره دیگه. چون سرک نداریم. سرک نمیر که شما تیر میشیم بی طرف. ما تا دمه که میریم یک دفعه که میریم پس میاییم به دفعه دیگه که میریم مگر ببریم 1000 وارد سه چرخ خورد. یک موبیلین هم به سکل بده. او کداگه موبیلین کداگه صفر دیگه. بسیار خوب. یک شخصی که از اینجا مثلا خوب سیرپور یا قوری کیچیری یا پلو یا کاسه شوروا بخوره تا به شهر برسه انشالله ایت دل مجامع که اما روزه بیشتر گوش نمیشه. انشالله باید ما رباط در باغا میگیم. به ولسوالی هم نرسیده انشالله به رباط در باغا گوش نمیشه. مگر دم ولسوالی به نون بخوره. بسیار خوب. ماما جان گپ بزنین که روز چند به سه چرخ درآمد داریم؟ دیروز درآمد نه، دیگه روزا کنه رفتم این روزا به تکاب شش بیدم دیروز برفتم. 240 روپیه تل ناختم 200 روپیه کار کردم. بازم خوبه دیگه 200 روپیه تا 40 روپیه تاون کردم. 40 روپیه تاون کردم بله. بسیار خوب بسیار خوب. ماما جان گپ بزنیم که بیشتر جوانا به این منطقه چی مصرفیاتی دارن؟ همین جوانا من این مصرفیات از اینا مزدوری کاری کنه نیه ولی فعلا مزدوری کاری نیه. دو چیز به ایران رفت. چیزی دیگه به باری بر گم چیزی به سر کوری هم. هنوزم کورا و شروع نشده. کاری نیه مثلا نمیشه بیکاریه. بسیار خوب. خب امسال بگیم از حساب بارندگی هم کنام خدا خوب شد، حساب کشاورزی گندم هم کنام خدا میبینیم میتا خوب جلبال مرتب، درختام خوب سبز، بارندگی به حساب فایده کرده به منطقه. الحمدلله در رحمت خداوند و شد از نعمتی که خداوند با آدم نازل میکنه. اون نعمت خدا نعمت بزرگواری ذات پاک خدایه. امسال سعی میکنه فضل خدا هم باران زیاد شد، هم حاصلات خوبه، هم مملکت قراره، اما چی کنه که گیری نیه. ماما جان یک آهنگ بخونیم. چشم یک نعت به شما میخونم. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد غتو ولایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک، زبوی زلف تو مست است و جانم، دیگه سوی سمن سایت مبارک. محمد غتو ولایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک. شب میراز جای خواب رفتی،
شب میلاد به جای خواب و رفتی براق و تاج و مباید مبارک براق و تاج و مباید مبارک الله محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک براق را جبرئیل اوز برایت براق را جبرئیل اوز برایت به عرش یخ کفی پایت مبارک به عرش یخ کفی پایت مبارک الله محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک رسیدی در مقام قوسین رسیدی در مقام قوسین مقام نیم و ملایت مبارک مقام نیم و ملایت مبارک الله محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک برای امتا دل خسته بودی برای امتا دل خسته بودی دعا کردی دعایت مبارک دعا کردی دعایت مبارک الله محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک ابو بکر عمر و عثمان و حیدر ابو بکر عمر و عثمان و حیدر همه گفتم ثنایت مبارک همه گفتم ثنایت مبارک الله محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک ابو جلیل این شد دشمنی تو ابو جلیل این شد دشمنی تو سقر گفته بیا جایت مبارک سقر گفته بیا جایت مبارک کردگار از ظلمت روی نبی کردگار از ظلمت روی نبی روی ناپاک گرگیس نبیند آدمی حکایت این است و اصل خواب روز روشن ما نمیبینیم آشتاب لطف حق تو برگشا که ما برویم با ایراد جای گرم و چای سیاه همراه نباد شب بر این روش و روی غرود بر رسول هاشمی بفرست درود و الله تشکر از شما تشکر. بیننده‌های عزیز برنامه ادامه داره همراه ما باشیم. بیننده‌های عزیز بیننده‌های عزیز از برنامه باغ سبز توتم سبز در کنار شما هستیم در کنار برادرایی که توت میتکنم نام خدا نگاه کنین که ماشاءالله ماشاءالله منتها یک چارشوی آوردن که مثل چشمی تورش بله وری و می تورش بله که او نمیگم میرم اوور میدارم اتوری هرچی گناه میتکنه به این چیز نگاه میریزه خبر غلط کرد به من میارم اینا با من بیامدن که به من توت بتکنه. خب لالا مونده نباشیم لالا دور باشیم اشترین ساعت بخیریم خیریت اول خوبه زنده باشیم. اسم شریف شما؟ عبدالسمی جان. برادرم شما این توت میتکنی اینا که هم سولاخ چارشو یا کجا میاریم اینا؟ دیگه اینا تیار کردم ما بیامد این توت میتکنه که بخوریم. خب اینا رشته میتکنی که هم اون به روی زمین ریخته دیگه غمی نداره غمی نداره. خب بگیریم ماشاءالله بتکنی بالا رو درخت بالا. خب توتا سرختر بیترتر کجای ارباب صاحب منطقه؟ همینایه با ما نشون نمیدیم شما خیر باشه گپ نیه. روز 10 گروه میای میتکنه و میره. خب گروه 11 مامانه تکندیم خیر بنا میر داخلم خیلی داره اما باشه غم شما نیه.
لالا جان مونده نباشیم. زنده باشین. سلام. صحت شما خوبه؟ شکر. نام شریف شما؟ سراب جان. بسیار خوب ماشاءالله. چی مصروفیت داریم؟ ما سرکوره کار میکنه. خب حیف شما نکرده به می جوانی. چیکار کنیم دیگه؟ کار نیه دیگه. چیکار کنه؟ خب چند سال درس خوندین؟ 7 سال. ادامه دادم یا نه ویری شده. چرا؟ دیگه می توزیع اقتصادی خوب نه ویری شده. خب خواهش شما از برادرای خیر، از برادرای تاجر با بابت شخصایی که مثل شما، مثل از این طفلا درس میخونم، باید چه کار کنم؟ چی قرار برای اینا فراهم کنم که اونا بتونم هم مصروف به کار باشم، هم مصروف به درس و تعلیم باشم؟ اونا به تجارت خود میکنم. مثلا امو پول امو چیز خورد. مثلا به می کسی که نادار مسکین کمک کنه. خوب میشه دیگه استاسته. اگر اینا دیگه کمک نکنن که میته ادامه داره می زندگی. بسیار خوب. خود شما از خود زمین داریم یا کشتمندی؟ من زمین دارم کشتمند. شما مزدوریگر ام سرکوره کار میکنم. آها راست میگم. صحبت از کورا به راست میگیم. خب روز چند لالا جا برای شما میدم؟ شما می خشت میزنیم یا می آجرار پختر بار میکنیم به جامعه؟ نه من خش میچینه. چیندن کوره؟ بله چیندن کوره. خب روز چند به شما میدم؟ روز تا 4 ساعت میشه. 4 ساعت 5 ساعت میته دیگه. به چیندن دیگه چیزا. اگه تستر به چینی که به تو 5 ساعت میدن. اگه لداست تو کن باشه مو 4 ساعت. با من نگیم به خاطر که با من روز 20 روپیه هم نمیدم. من تا اینجا برام مردم به گپ گیرم. بله. گردن هم نگی دروغ بگم. خود خور بگیم. بسیار خوب. گزارش زندگی میشه؟ خوبه شکر. الهی شکر. متعلم یا خونه‌دار؟ مجرد. چرا؟ میته دیگه. نام خدا ریش شما چمن شده. سند شما از 28 29 کمتر نیه. تال مجردی گبرا داره. نیه دیگه زن. کوی خواهش یا پیار خویا مادر خوب کنیم. خواهش میکنه کسی تر اینجا زن نه. دل من می تمیز چیز گردن بند باشه نیه. بلالا. بیننده‌های عزیز خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. برنامه باغ سبز از کانال هرات برگ در خدمت شما هستیم. دوستان نازنین سابسکرایب و لایک و شیر حیات شما نره. در کنار ما یک برادری هستم که اینا فکر کنم اگر اشتباه نکنم امروز نوبت از اینا به چه جمع کردن. لالا جان سلام. سلام شما بیشتر. سلام شما خوبه هستین؟ قربان شما سلامت باشیم. سلام باشین. ای خیر بینیم و نال خوشحال شدیم. ایدی بودک در روز 12 روز از عید گذشته. خب برارمه این تفلک معرفی کنیم. این بچه منه امام اسمم. ماشاءالله. این قیافی از این به دختر میخوره. پسر یا دختره؟ پسر یا مال خدا. نام خدا. چرا قیافی از این او برای سیکو کاکای ما تا تلویزیون سیکو. ماشاءالله بینندای عزیز به خدای برای پدر اینا نگاه داره. کلون کنه 1000 سال عمر بده منتها تیپ ازی درسته دوستا به پسر نمیخوره. خب بسیار خوب. اینک چند ساله ایر بگیم چند اولاد داریم؟ این که سال دو تا هم کلانترا خونه. ماشاءالله. خب اونا چند ساله یا؟ یک 7 ساله یک 8 ساله. خب بسیار خوب. از یک خانم. بله. خب چند سال میشه عروسی کردیم؟ تقریبا 6 سال میشه. 6 سال. بله. 6 سال میشه بچه 8 ساله داره. نه حساب برادرای عزیز. او از دو تا زن دیگه میره حسابی از زن کی؟ ماشاءالله. زن دیگه میره حساب. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. به قول اشتیا شما اصلا صاف نبوده. خب او خانم شما اصلا او برا پاس زن دیگه کمی از زن جدید میره حساب. حاجی ماما جان شما ایر بگیم از زمان قدیم اختلاط کنیم همین توت
به می شکل که حال فعلا همیته هر کس بالا میشه به درخت مثلا یا میتکنه یا لغت میزنم یا شاخلر کش میکنم میشکنم. قدیم هم همیته بودک. اینا رو من خیلی یاد میدم که خدای پاک بیامرزه. یک بیبیم یک دیگه یاد داره، همینا رو جمع میکرد. باور کنه از اینا پول بیرون میکردم، اینا رو تود مغز تیار میکردم، اینا رو مثلا شیره تیار میکردم. چلی حال ایت شده، الوا زرد الوا مثلا توتا ایت بیارزش شده. بیارزش نشده، مردم کم حال با وجه قدیم کم به حساب زندگی خو بیترم. قدیم که بود اگه بقصی و نبودم اگه مشکت میرخت حال مال خروش میکنم. دیوم از هم توتی که هست به مردم حال زیادتر میچینه به شهر میبره. واقعیت بگی این درخت هایی که روی صحرای این آزاده، هر که مای بیای بخو بخوره. درخت ها باغ و باغچه که هست اینا مردم توی سالم میبره به شهر میبره. همین چیزه دیگه. به شهر به چی کار میبرم؟ میبرم میفروشه. خب بسیار خوب. خب باز هم اینجا زمین تا به محله چی فرق میکنه؟ اینا که هست اینا آزاده روی صحرای. انال باغ که هست چردوبر دیوال داره، کسی رفته نمیتونه. اینا که هست آزاده برای خیراته، هر کسی مای بیای برای خوب. خب یعنی که شما میگیم اما رسم و رواج قدیم به هم نخورده نه از حساب چیز نه. خب چرا پس تود مغز به این منطقه نیه؟ چرا شیره نیه؟ خب حالا نفوس خیلی شده، توی هم میخورم به تود مغز نمیرسه. به مو واسطه اوه جلو نفوس نه، جلو که بود 100 نفر نبود. راست میگم به یک 2000 نفری. راست میگم جلو به یک محله یک بیبی میبود و نواسی. خیر بینی من میرم ویدیو واقعیت همین چیزه. بسیار خوب. نفوس نه. خب ماما جان شما بگیم اختلاط کنیم برای بیننده که از حساب باغ، از حساب کشاورزی شما چی داریم؟ ما باغ هم ندارم، زمینم از خود ندارم، یک سه چهار جری به کشتمندی دارم. گزاره زندگی میشه؟ زندگی الحمدلله میشه. دوستای نازنین باز هم از برنامه باغ سبز در خدمت شما هستیم. آمدیم داخل یک زمین سبیستی که یک برادر واقعا یک جای پر سبزیه. اینا سبیس میدارم سعی کنید که سبیستار اینو گاو دارم، گوسپند دارم یا به شتراخو میبرم. لالا مونده نباشیم. زنده باشین. سلام. ساعت شما خوبه؟ تیار هستیم بخیر. زنده باشیم. شما نام شریف شما؟ اسلام. بسیار خوب. اسلام جان میبینیم اینجا شما سبیس میداریم. این بگین که اینا برای چی ایونه میبریم؟ برای گاو میبریم. خب گاو شیریه؟ بله او. چند تا گاو داریم؟ 2 دونه. ماشاءالله. خب اینا از این گاوا وطنیه یا امریکاییه؟ از این جوراگه دیگه. خب چند من شیر نام خدا میدم؟ 1-2 ماه نمیده. خب اینا رو میفروشیم یا میخوریم؟ میخوریم و چیزی هم میفروشیم. خب امسال گپ بزنیم بشکی چنده می بشکا سلیتر ماسا؟ اینو دیگه گاهی وقتا 100 روپیه، گاهی وقتا 120 روپیه میتونی. خود شما مطالعه به شهر ببردیم؟ ایت روز بشده باشه که ببردیم به شهر، هرچی که شیشتیم هفته و تمام گرم شد نخریدم، بشکر به سر خود کشیدیم خبر غلط کر بیاوردیم. نه ایت روز نشده. بفروختیم. بله بفروختیم. خب بسیار خوب. به بیبی خود چی بخریدیم؟ سوغتی خوردنی چی آوردیم؟ بیبی خداوند بیامرزه فوت کردم. خدا بیامرزه. به والده؟ والده دیگه می شیمه نه مخصوص مثلا مثل شیرپره، مثلا مثل حلوا سوان اینو بله. ماشاءالله به کل اشتیام نداره. حلوا لقمه بله. حلوا لقمه. ماشاءالله. همون حلوایی که لقمه میزنن. همین لقمه که میگم. خب بسیار خوب. بسیار خوب. گوسپند چیزی هم داریم؟ بله. نه گوسپند ندارم، بز هسته. خب همون گوسپند و بز یکی. بزایی که بالا میدم به درخت هم پوست کردم. بله میاردم میشه بس میکنه خورم لازم. بسیار خوب. برادرم ایر بگین که چند جریب زمین از خود داریم؟ از خود خودم 100 اونگه هست دیگه. خب نداریم ولی. یعنی جریبی هم نمیشه؟ نه جریب نمیشه. دوستای نازنین ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم. برنامه باغ سبز. دوستای نازنین اول که ما تشکری میکنیم از جناب محترم حاجی ارباب صاحب منطقه زوریا
درسته؟ که اینا واقعا از صبح زحمت کشیدم، در خدمت ما بودم و این بر باغ و باغچار شما به تصویرات دیدیم و جوانان رو جمع کردم و بالاخره مستفیدار خیلی زحمت کشیدم. از جرباب صاحب تشکری میکنیم، از اینا از شما هم تشکری میکنیم که ما تا به این لحظه تحمل کردیم. دوستای نازنین چند دقیقه هم از آذان شوم بگذشته، یعنی بعد از نماز شومه که ما فعلا حضور شما هستیم. به خاطر شما که گلای لبخند بر روی لبای شما جاریش، ما همیشه به خدمت شما هستیم. دوستای نازنین بازم تشکری میکنیم از جرباب صاحب، از این جوانا که در کنار ما هستم، از مستفیدا، از این غریه. واقعا مردم شریف گلی بیدم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه تماس بگیرم ارباب صاحبا که بابا کجا بریم. شما رو به الله پاک میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.